الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیزم، امروز میخواهم همراهی شما کمی مفصل تر درباره روزه عاشورا صحبت داشته باشم. چه خیلی که میدونیم امروز روز 8 ماه محرم است و به اذن الله فردا روز 7 اوگوست روز نویم و پس فردا روز 8 دهم عاشورا می باشد و این روز را بعضی ها خیلی سنت دارد، ثواب دارد گویان میشناسند و ایده هم هستند که با 1001 خرافات همین روز را هم با بدعت و با گناه سپری میکنند. بیایید ببینیم که چی کارها در این روزها سنت است و چی کارها خرافات و بدعت. پیش از همه در ما حدیث در صحیح بخاری و مسلم است که وقتی پیامبر به مدینه می آیند میبینند که یهودها در روز 10 ماه محرم روزگیر هستند و میگویند چرا شما روزدار هستید؟ میگویند آخر این روز روزی هست که الله موسی را نجات داد و فرعون را غرق کرد و موسی برای شکرگزاری این روز را روزه میگرفت. ما هم از موسی پیروی میکنیم و به پروردگار شکرگزاری میکنیم. پیامبر میگویند من از شما به موسی نزدیکترم، من حقدارتر هستم به برادرم موسی و پیامبر روزه میگیرند. و در ما حدیث ها در بخاری مسلم است که پیش از فرض شدن ماه رمضان روزه 10 رمضان فرض بود، روزه 10 محرم فرض بود و پیامبر حتی ندا کرده بودند که امروز روزه گیرید و آنهایی که خوراک خورده باشید دوام روز خوراک نخورید و حتی کودکان را صحابه زنها روزه میگیرانیدند تا که در این روز روزدار باشند. ولی بعد از اینکه ماه رمضان فرض شد پیامبر گفتند این روز یکی از روزهای پروردگار است، کسی خاص روزه بگیرد کسی خاص نگیرد، یعنی فرضیتی عاشورا یا روزه عاشورا از بین رفت. ولی عبدالله ابن عباس میگویند حدیث در صحیح مسلم است که پیامبر در دو وقت خیلی برای روزگیری حرکت میکردند و ثواب زیادی این روزها را میدانستند و کفت و کاف میکردند، یکی در ماه رمضان دیگر در روزه عاشورا یعنی در 10 ماه محرم. و پیامبر که خیلی در این روزها برای روزه‌داری کوشش میکردند پس سنت است و ثواب زیاد دارد. و حتی در ما حدیث در صحیح مسلم است که درباره روزه عاشورا میگویند یکفر سنة الماضیه، تمام گناه‌های یک سال گذشته را کفاره میکند و این روز خیلی برکتی چی دارد؟ زیاد دارد. ولیکن اینجا چیز دیگری هست که وقتی عبدالله ابن عباس و بعضی از صحابگان به پیامبر میگویند که پیامبر الله در این روز در 10 عاشورا یهود و نصرانی ها روزه میگیرند، مگر ما خلاف آنها را نمیکنیم؟ پیامبر میگویند به اذن الله یا ان شاء الله وقتی سال آینده آمد روز 9 را روزه میگیرم. اما سال آینده نشده پیامبر وفات میکنند. از اینجاست که جمهور علما میگویند روزه گرفتن 9 و 10 فضیلتش زیاد است. هر کس که روز 9 را روزه گرفت همان کفاره گناه ها می شود. هر کسی را که هم روز 10 را گرفت کفاره می شود، چون پیامبر روزه 10 را هیچ ترک نکرده بودند و بهترینش این است که ما هم روز 9 را گیریم هم روز 10 را گیریم تا از فضیلت و برکت این روزها بهره گیر باشیم. اما اینجا چیز دیگری هم هست، چیزی که در حقیقت در زمانش مصیبت برای مسلمان ها بود. سال 61 هجرت در روز عاشورا یعنی 10 محرم پسر پیامبر حسین پسر علی پسر ابو طالب، حسین پسر فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و سلم به شهادت میرسند. آن هم همراه 2 فرزند خود، 4 برادر خود و خیلی زیاد از پسر عموهای خود. و در کربلا ببخشید از دست آن جنود یا لشکرهای یزید ظالم و این چنین از دست عبدالله ابن زیاد و به فرمان او به شهادت میرسند. و در روز عاشورا از دنیا رفتن حسین سبب گشته است که خیلی زیاد از شیعه ها گفتیم یا رافضه این روز را برای خود روز عید، بعضیشان روز عزا کرده اند و در این روز گریه میکنند. در تاجیک ها هم این مقال است که گریه کردن در ماه محرم برای حسین شهید ثواب دارد.
در حالی که این کلا خلاف قرآن و سنت است. یعنی اور گریه کردن برای یک عزیز به خاطر آوردن مرگ مظلومانه پسر پیامبر، نبیره پیامبر، چیزی دیگر. اما گریه کردن، داد و فغان کردن، همین روز را هر سال گرامی داشتن، این از هدی پیامبر نیست. برای اون که الله در قرآن میگوید و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا ان لله و انا الیه راجعون. تو بشارت بده صابران را. کیستن آنها؟ وقتی مصیبت میرسد آنها میگویند ان لله و انا الیه راجعون، ما از سوی پروردگاریم و به سوی او برمیگردیم. مصیبت را دور و دراز هر سال و هر سال نمیکنند. و این چنین پیامبر میگویند لیس منا من لطم الخدود و شق الجیوب و دعا بدعوت الجاهلیه. از ما نیست کسی که به چهرهش میزند در وقت مصیبت وای وای گویان، گریبان خود را چاک میکند و آن دعوت های جاهلانه و آن بی‌صبری و نارضایتی به تقدیر را میگوید. برای همین در این روز گریه کردن یا آن مصیبت را باز به خاطر آوردن و باز گریه کردن و دوام دادن هرگز از هدی پیامبر نیست. و پیامبر یگان سال را نه برای شهدای بدر و نه برای شهدای احد، نه برای مرگ زینب و نه برای مرگ رقیه و ام کلثوم و خدیجه یگان سال را عزاداری نکرده بودند، بلکه عزا 3 روز است، مگر برای زنی که شوهرش مرده است که 4 ماه و 10 روز. اما عزا یا غمی که در قلب انسان است و انسان نمیتواند یک مرگ عزیز را فراموش نکند، عزاداری دل چیزی دیگر هست. اما ظاهرا از اون گریه و داد فغانی که میکنیم اون کاملا خلاف حدیث و خلاف اسلام میباشد. پس اینجا وقتی ما میگوییم گریه های زیاد در ماه عاشورا ثواب دارد، هیچ اساسی ندارد. لیکن روزه از چگونه ای که گفتم فضل زیاد دارد، علل خصوص در این ماه که ماهی از اشهر حرم هست. هر ثوابی که کردید، هر عملی نیکی که کردید، به کرات ثواب آن زیاد می شود. این بود کوتاه حقیق صحبتی من با شما درباره ماه محرم و درباره اجر و ثواب روزه 9 و 10. پروردگار به یکایک ما نصیب گردانیده باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.